اما آدمایی که میگوید که ما فریب میکنن و یا فریب خوردگی نه و یک سری خامیگری هاشون با این چی خام به مصلحت کار میکنن. اگر که هم با مصلحت کار کنند خطایش کم شدن میگیرد، فریب نمیخورد. میدونید کدوم آدما همون نوبه میره؟ همه آدمایی که خالی وقتی میخواد پول کار کنه. نگاه کنید، همه آدمی که بی مهنت میخواد که پول دار شه بعد فریب میخوره. آخه نگاه کنید، شما گوجوی حیات بدید همین دهقان یکم بار زمین فریب کرده حوزه گرفتن میتاد؟ نه، حیات نمینه. حیات امین است که تو یکم بار فریب کرده نو خوردن نمیتوی. این خیلی نمیشد کار دنیا. کار دنیا با یگون چیز هم تو دارم یگون چی نیست. وقتی که آدم میاد بعضش من میگه ای من این خیلی کردم، من تیز پول دار شدم، من همین کارای شما. یک روز من یک شاگردم که استاد همین گپو شما گرم 7 سال 10 سال در کار 20 سال در کار کنم. من گفتم یک دو تا دیویژن کرده تستتر این خیلی یگون وارانتوش نیست. من گفتم یاد دادن نمیتونم این کار یگون کار دیگه نمیدونم من چه خیلی این کار کردم میتونی. من یاد دادم میتونم چه خیلی قدم به قدم است مهنت کرده مستر شده میبری. با گفت که من فلان چویا ببینید من 3 سال با پول دار شد. گفتم بعد از 5 سال میبینیم. 1 سال پسش همونو بانکرات. چرا که چیزی که همین ثروت همین خیلی یا که علم همین خیلی که شما و دوزخت گرفتن نمیتوید. می‌دید؟ اگر که случайно پول دار شد، مثلا случайно میشد اماکتون تقایتون یکم کاری کلون بموند، یکم وظیفه کلون با افتیدید، شما случайно خیلی رزقتون بود است، خدا داده است، میش نیکی و نگه داشتن نمیتونید. تا همون هنر و علم نباشد 3 سال 5 سال پس این نیست شده میبرود و نگه فرشته کردن نمیتونید.